سلام علیکم، حال شما؟ Welcome back to my channel. این صدای من بدون میکروفونه. حالا بیایید جلوتر صدای من با میکروفون رو با هم دیگه تست کنیم و بعد این ویدیو رو با هم دیگه شروع کنیم. بیا جلوتر. اینم از صدای من با میکروفون. حتما نظرتون رو تو کامنت ها بهم بگید که کدوم صدا بهتره، قبلی یا این یکی. حالا به این ویدیو خوش اومدید. بچه‌ها من خیلی وقته که تو چنلم فعالیت نکردم، ولاگ و روزمرگی نذاشتم، ویدیوهای دی بای دی نذاشتم و اونم به خاطر این بود که روزای سخت و پربار و وحشی رو داشتم پشت سر میذاشتم و روزای خیلی سنگینی بود. اینطوری بود که من سر کار میرم، دانشگاه میرم، کلاسای مختلف بیرون رو میرم و خب واقعا وقت نمیکنم که نه تو پیجم نه توی چنل یوتیوبم فعالیت کنم و خیلی از این بابت ناراحت بودم چون پیش شما نبودم و نمیتونستم اون حس خوب و مثبت و انرژی مثبت از شما بگیرم. ولی خب دوباره تصمیم گرفتم که در کنار همه این کارهایی که دارم انجام میدم و فشاری که وجود داره توی کارهام، تصمیم گرفتم که دوباره ویدیو گرفتن رو شروع کنم و میدونم که قراره پیر بشم، قراره موهام سفید بشه توی این حجم از کار، ولی خب کاریه که وظیفمه و باید انجامش بدم. خیلی وقتم هست نیومدم جلوی دوربین، ممکنه که توی این ولاگ خیلی توپق بزنم، امیدوارم به بزرگی خودتون ببخشید. حالا داستان این ویدیو چیه بچه‌ها؟ همین الان که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم ساعت 8:30 صبحه. همین که بیدار شدم، آماده شدم، اومدم جلوی دوربین و قراره که امروز رو کلا با هم دیگه توی خونه سپری کنیم. حالا چرا توی خونه؟ امروز تنها روزی هستش که من تو خونم، نه سر کار میرم و نه دانشگاه. بهتون گفتم که قراره توپق بزنم، پس شما ببخشید این موضوع. روزای دوشنبه من سر کارم آفه و فقط باید برم دانشگاه و خب از شانس خوب من، چون که دیگه به آخر ترم داریم نزدیک میشیم، یه همایش توی دانشگاهمون برگزار شده که البته این همایش توی بیمارستان فرهیختگان داره برگزار میشه و خب اکثر استادا کلاسای خودشون رو به خاطر این همایش کنسل کردن و از شانس خوب من همه کلاسای امروز هم کنسل شده و خب من بعد مدت ها بالاخره تو خونه موندم و قرار نیست برم بیرون، قراره که تو خونه بمونم و به کارهای عقب موندن برسم و در کنار شما ویدیو بگیرم. حالا امروز قراره تو خونه با هم چیکار کنیم؟ قراره درس بخونیم، کتاب بخونیم، کتاب غیر درسی، فیلم ببینیم، 3 تا کار دیگه. چیکار کنیم؟ برنامه شاگردامو بچینیم، 4 تا کار، همین دیگه. بس واسه امروز. خلاصه که قراره تو خونه تفریح کنیم، چیل کنیم و به کارهای عقب موندهمون برسیم. فکر کنم یه کوچولو ادیت هم انجام بدم. از خیلی قبل‌تر من ویدیو رکورد کردم ولی خب هنوز ادیتشون نکردم. دیگه قراره چیکارا کنیم؟ همین دیگه. بیاید این ویدیو رو با هم شروع کنیم و کنار هم دیگه از روز تعطیل من لذت ببریم. Let's go. جوش مجلسی زدم اندازه نخود اینجاها، اینجا پیشونی من بوده که حالا رفته دیگه. اونم به خاطر اینه که پنجشنبه این هفته مهمونی دعوت شدم. جوشای من هر 4-5 روز قبل از مهمونی اینطوریان که های فائزه، خب زهر مار، نمیتونستی زودتر در بیای که بعد من با اینا پا نشم برم مهمونی. آقا تو این روزای وحشی که من داشتم میگذروندم و هنوزم دارم میگذرونم، من روتین پوستیمو فراموش کرده بودم و زیاد بهش بها نمیدادم، زیاد انجام نمیدادم و به خاطر همینه که پوستم کلا شرایطش ریخته به هم و اینطوریه که تعداد روزایی که احساس زشتی میکنم 10 برابر تعداد روزایی که احساس زیبایی میکنم و خب باید این وضعیت رو به نظرم درستش کنم. امروزم سعی میکنم که روتین پوستیمو دوباره شروع کنم و دوباره بنازمش رو غلطک و رعایتش کنم دیگه. اینطوری نمیشه زندگی کرد. بالاخره باید بیام روی نظم و کارامو دوباره طبق قبل انجام بدم. وقتی میخوام ویدیو بگیرم ایناست که بده. گل در اومد از هموم، سنبل در اومد از هموم. بچه‌ها من رفتم هموم، یه دوش گرفتم. حالا وقتشه که روتین پوستیمو شروع کنم و یه ذره ماسک و این چیزا واسه پوستم بذارم تا جون بگیره و یه ذره این جوشام هم کمتر بشه. این پوست منه در حالت عادی بدون هیچ آرایش و فیلتر و از این حرفا. و اینکه من ککومک هم دارم که خیلی دوستشون دارم و عاشقشونم. بچه‌ها که بودم ککومکام خیلی بیشتر بودن ولی خب الان کمتر شده. از این بابت ناراحتم
شاید براتون جالب باشه، من بچه که بودم از ککومکان بدم میومد و 1000 تا روش مختلف امتحان کردم تا اینا از صورتم بره. حالا نمیدونم الان معلومه یا نه زیر نور آفتاب و نور طبیعی. اولین چیزی که میخوام استفاده کنم این روغن بادومه که من همیشه قبل از ماسکم اینو میزنم. الان میریزه. پوست آدم از حالت خشکی در میاره و قشنگ یه حالت چرب و خوب و خفنی بهش میده. کلمه پیدا نکردم. بعدش بریم سراغ این ماسکه. این ماسک جلبکه که به صورت پودریه و باید با آب ترکیبش کنی تا اینجوری حالت مایع بگیره و بعد میذارمش روی پوستم. این ماسک ضد جوشش هست، ماسک آبرسان جلبکش هم هستش. یه جوری بعد بذارم که رو لباسم نریزه. شاید باورتون نشه ولی پوست من خیلی جوش زیادی داشت و واقعا عذاب میکشیدم، انقدر که جوشای عصبی بدی میزدم و یه مدت بود که بعد از کنکورم اینطوری بود که کل صورتم روی گونه هام و اینا جوش میزد. حالا روی پیشونیم کمتر ولی خب بیشترین جوشی که صورت من میزنه روی پوست گونه هامه و من اومدم یه روتین خیلی خوب رعایت کردم که این ماسک هم جزش بود، ماسک ضد جوش. و اینطوری بود که 2 روز در هفته ازش استفاده میکردم. آی داره ریخ رو لباسم. خیلی زیاد آب ریختم، فکر کنم روش کف زمینم کلا ماسک شد. داشتم میگفتم من اومدم این ماسک رو استفاده کردم 2 روز در هفته، روزای شنبه و سه شنبه ازش استفاده میکردم. کی؟ تقریبا 2 سال پیش. 2 سال پیش شروع کردم استفاده از این ماسکو و بعد دیدم که واقعا به پوستم میاد. دیگه همین رو رعایت کردم. هر موقعم که حالا جوش میزنم عصبی و اینا، به خصوص اینطوری باید داره میره تو دهنم، دوباره میام دست به دامن این ماسک میشم و به جرئت میتونم بگم تنها چیزیه که بعد این همه مدت به پوستم ساخته و بعد یه مدت دیگه ازش خسته نشدم. چون معمولا یه چیزی رو استفاده میکنی، معمولا برای پوست من اینطوریه، وقتی یه چیزی رو استفاده میکنم بعد یه مدت دیگه به پوستم نمیسازه، وای داره میره تو دهنم. واقعا کار سختیه، هم ماسک بذاری هم ویدیو بگیری و صحبت کنی. بذارید من اینو بذارم بعد میام بقیه اطلاعات رو راجبش بهتون میدم. بچه‌ها من ماسکمو گذاشتم. حالا بیام راجع به پوست قبلیم باهاتون صحبت کنم. یه عکس براتون اینجا میذارم، عکس از پوستمه تقریبا حدود 2 سال پیش که من فوق‌العاده جوشای بدی میزدم. برای طوری بود که 2 طرف صورتم درد میکرد انقدر که جوشای التهابی بدی میزدم. بعد اینکه رفتم مشاوره و اینا تصمیم گرفتم از این ماسک استفاده کنم، ولی خب میترسیدم، حس میکردم که اینم مثل بقیه ماسکاست و نمیدونم صورتمو بدتر میکنه، جوشام بدتر میشن و از این حرفا. ولی استفادهش کردم و تقریبا توی 2-3 هفته اول دیدم که این جوشا همینجوری داره خشک میشه و میریزه و پوستم دیگه کم کم صاف شد. حالا در کنار این صابون ضد جوشم استفاده میکنم که حالا اونم باعث میشه که جوشام دیگه کمتر در بیاد و اینا، و به خصوص وقتی که میخوام آرایشمو کامل پاک کنم از اون صابونم استفاده میکنم که دیگه پوستم جوش نزنه. این باید 15 دقیقه رو پوستم بمونه، بعد که حالت خشک شدن گرفت بعد برم با آب سرد بشورمش و بعدش میایم ادامه روتین پوستی منو میبینید. آخیش پوستم یه احساس خنکی گرفته، خیلی حسش خوبه. بعدش میریم سراغ ماسک دور چشم. شلدست به من میگن. این شکلیه که من اینو همیشه از وسط ها میکنم به حالت نیم دایره که در بیاد، بعد اینو اینطوری میذارم زیر چشمم که فقط گودی زیر چشمم رو بپوشونه و کاورش کنه. این از این. حالا میریم سراغ قسمت بعدی. کرم دور چشم فراموش نشه. و آبرسان پوست.
بالم لب فراموش نشه برای اینکه لبامون خشکی نگیره و پوسته پوسته نشه. اینو یا میتونید با دست بزنید یا اینکه با براش بردارید. من چون دستم همیشه صورتی میشه و چون ناخونم بلنده دیگه با براش برمیدارم، اینطوری راحت‌تر هم هست. و در آخر ایشون اینم از این. الان میخوام بشینم تایم شاگردامو اوکی کنم و بعدش یکم درس بخونم. از قبل همه شاگردام اومدن برنامه امتحانیشون رو برام فرستادن و الان باید ببینم که چه روزایی امتحان دارن و چه ساعتایی براشون کلاس بذارم که با تایم کلاسای خودم و سر کارم اوکی در بیاد. اینم اگه نمیدونید باید بهتون بگم که من الان تقریبا 3 ساله که دارم تدریس انجام میدم و تدریسم هم اینطوریه که از پایه، از دبستان تا دبیرستان و کنکور دارم تدریس میکنم. الان هم شاگردام اکثرا شاگردای بزرگ هستن، دبستانی‌ها که امتحاناشون تموم شده. شاگردای راهنمایی و دبیرستانم که امتحانات نهایی دارم واسه اونا برنامه‌ریزی میکنم. کلاس‌ها هم باید از 3 خرداد براشون شروع کنم که حالا تو این دفتری نوشتم چه تاریخی امتحان دارن. باید کلاس‌ها رو از 3 خرداد شروع کنم تا 15 خرداد که امتحان زیست دارن. الان هم شاگردام 10ام، 11ام، 12ام و در کنارشون یه دونه شاگرد 7م هم دارم. بعد بشینم تایم اینا رو اوکی کنم که چه روزایی بیان کلاس و بعدش بشینم درس بخونم. خب بچه‌ها، من برنامه شاگردامو اوکی کردم که میدونم که الان چه روزایی قراره بیان و چه ساعتایی. ساعتاشون رو اوکی کردم، فقط مونده که بهشون خبر بدم و دیگه تایمو با خودشون فیکس کنم. بعضی روزا اینطوریه که میرم سر کار صبح زود و بعدش باید بیام خونه تا به شاگردام برسم و بعضی روزا حتی اینطوریه که صبح بعد برم سر کار، ظهر برم کلاس دانشگاه و عصر بیام خونه و شاگردامو هندل کنم. خلاصه که وضعیت خرداد ماه من اینطوریه. البته که قبلا هم اینطوری بود ولی خب خرداد چون امتحاناتشون هستش این وضعیت یه ذره سنگین‌تره. مهم نیست حالا، چون من عاشق کارمم و عاشق تدریسم، پس کنار میام و یه جوری برنامه‌ریزی میکنم که همه اینا رو هندل کنم. الان میخوام برم یکم درس بخونم، درسی که اصلا دوستش ندارم و میخوام بخونم. به جرئت میتونم بگم که یکی از مزخرف‌ترین درس‌های رشته میکروبیولوژی درس فیزیولوژی گیاهیه و من اصلا از این درس خاطره خوبی ندارم. ترم 2 این درس رو برداشتم و چون که پیش نیاز رو رعایت نکرده بودم باید قبلش بیوشیمی پاس میکردم. چون که ترم 2 بیوشیمی نداشتیم و نمیتونستیم برداریم، من به چارت دقت نکرده بودم. این درس رو برداشتم و با استاد بدی هم برداشتم. استاد اینطوری بود که خیلی بد اخلاق بود و حالا جدای تدریسی که داشت نصف کلاس افتادم. این درس و کلاس اینطوری بود که من ترم 2 بودم و بقیه بچه‌ها ترم 6، 7 و گاهن 8 بودن و نصف کلاس این درس رو افتاد ترم 6 و 7 و 8 و منم که ترم 2 بودم طبیعتا این درس رو افتادم، به خاطر اینکه پیش نیاز رو رعایت نکرده بودم و هم به خاطر اینکه اصلا نخونده بودم این امتحانو. حالا این ترم 6 دوباره این درس رو برداشتم دیگه، بیوشیمیا رو پاس کردم، ساختار و متابولیسمو، ولی هنوز یک جلسه هم سر کلاس این استاد نرفتم. الان دیگه ترم تموم شده. دوشنبه ها ساعت 7:45 من این درس رو کلاس داشتم ولی خب اصلا نرفتم سر کلاسش به خاطر اینکه استاد حضور غیاب نمی‌کرد. جزوه‌شو از بچه‌ها می‌گرفتم یا اینکه بچه‌ها وایس می‌گرفتن، میشستم جزوه‌هاشو مینوشتم. تقریبا میتونم بگم که جزوه‌ام کامله، ولی خب در کنار این جزوه استاد بهمون رفرنس هم معرفی کرده، کتاب فیزیولوژی گیاهی تایزوزاگر. این کتاب که ببینم چند صفحه است، 664 صفحه هستش. این کتاب باید بشینم بخش تنفس و نمیدونم بخش واکنش‌های شیمیایی و گیاهی و اینا رو بخونم.
خلاصه که اوضاع خیلی بده. من واقعا از این درس بدم میاد. حالا کتابشو ببینید شما. بقیه درسای رشته‌مو من واقعا دوستش دارم، عاشقشم. مثلا درس ویروس شناسی، باکتری شناسی، دیگه نمیدونم میکروب 1 و 2. ولی از فیزیولوژی گیاه و بیوشیمی ساختار و متابولیسم متنفرم. من حاضرم بشینم معارف بخونم ولی فیزیولوژی گیاهی نخونم، انقدر که چرت درسش.